سل یا بای، سوالی ساده با جواب سخت. احتمالاً اگه خودتون به این سوال جواب بدین، برین دنبال چارت ها و اوردر بلاک های صعودی یا نزولی پیدا کنین، حمایت ها و مقاومت های مهمی رو پیدا کنین و بعد دنبال ترید باشین. اما من براتون یه جواب راحت تری میگم. شما با استفاده از اون جواب میتونید مسیری رو طی کنید آیا شرکت ارزش ترید داره یا نه. فرض کنید شما یک شرکت پتروشیمی پلیمرساز رو میخواید بخرید. این شرکت پتروشیمی پلیمرساز آخر زنجیره پتروشیمی قرار داره. چی کار میکنه؟ مواد واسطی مثل نفتا رو میخره و این نفتا از نفت خام به دست میاد. در نتیجه فرض کنید با کاهش قیمت نفتا در سطح جهانی مواد اولیه این شرکت ارزون میشه. از طرفی محصولاتش توی بورس کالا مثل پلی‌پروپیلن و پلی اتیلن گرون میشن. با این روش شما متوجه میشید که سود ریالی شرکت داره زیاد میشه، هرچند سود دلاری شرکت خیلی تغییر پیدا نکنه. حالا این میشه که شما وقتی تطبیق میدید چارت رو با بنیاد، متوجه میشید که شرکت ارزش ترید داره. امیدوارم که از این نکته تونسته باشید استفاده کنید.